کد یکتا چیست؟ امروز آمدیم اینجا در مورد کد یکتا با شما صحبت کنیم. در اصل کد یکتا چیست؟ به درد چی میخوره؟ و با کد یکتا چی کار میتوان کرد؟ سلام به تمام هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوشحال در کنار فامیل محترمتان صحتمند باشین. خوش آمدیم به کانال یوتیوبی تک جمشیدی و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید و اینکه معلومات کافی هم از این ویدیو ببرید. کد یکتا چیست؟ تمام اتباعی که انگشت نگاری شده باشند برای هر مدارکی دارند، کارت آمایش، پاس خانوار، اقامت، سرشماری، دارای چند کد می باشند. یعنی هر کدوم از اینها چند مدل کد دارند. این کدها در سیستم ثبت شده. این کدها به سیستم ثبت شده و ما میخوایم در اینجا 4 نوع کد برای شما معرفی کنم. شماره 1 کد 16 رقمی فراگیر مخصوص اقامت. شماره 2 کد 12 رقمی اختصاصی یا فدا. شماره 3 کد 10 رقمی خانوار و شماره 4 کد 10 رقمی یکتا که برای شما حالا کد یکتا را معرفی میکنه. کد یکتا برای هر کسی که مدارک ثبت نام مختلفی دارد. کد یکتای آمایش روی کارت صادر شده، یعنی ثبت شده روی کارت آمایش کد یکتا هست. و کد یکتا دارندگان پاسپورت خانوار، پاسپورت اقامتی و حتی اقامت های فاطمیون اگه انگشت نگاری و یا اینکه کد فراگیر یا اختصاصی گرفته باشن، اون کد توی سیستم کفالت به نام کد 10 رقمی شناسایی شده است. یعنی اینکه اون کد در دفتر کفالت ثبت شده و اون کدم 10 رقمیه. کد یکتا دارندگان سرشماری، بازشماری همان شناسایی ویژه است که روی برگهشان ثبت شده است و احتمال زیاد در آینده نزدیک کد یکتا جایگزین تمام کدهای اتباع خارجی می شوند. و این گفته که کد یکتا در آینده نزدیک به تمام هر نوع کارتی که داشته باشین کد یکتا جایگزین میشه و همگی ما شما از کد یکتا استفاده میکنیم. و این بود ویدیوی ما در مورد کد یکتا که کد یکتا چیست و امیدوارم همگی شما فهمیده باشین کد یکتا چیست و برای شما گفتیم 4 نوع کد وجود داره و این کدها چی مدلی استفاده میشه و کجا ثبت میشه. و امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و از این ویدیو معلومات کسب کرده باشین. این ویدیو رو برای دوستانتان بفرستین که اونها هم بدانن کد یکتا چیست و به دردش چی میخوره. موفق و کامگار باشین. خوشحال شدم تا پایان ویدیو با ما همراه بودین. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.